ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. بیننده های ارجمند السلام علیکم. برنامه نوبتی چراغ هدایت مهمان خانه های شماست و در صحبت ما استاد خواجه میروف معاون رئیس شورای علمای دینی ولایت. استاد خوش آمدید میگم. بیننده های ارجمند، این نوبت ما با استاد یک موضوعی را مطرح میکنیم که واقعا این موضوع برای همه شناس است. ما گوییم و باری در زندگی خود حتما با این کلمه ما روبرو شدیم و اصلا در زندگی همه روزه ما با این کلمه بسیار دچار میشیم، گاه استفاده هم میبریم. این کلمه غیبت است، یعنی سخنی که در غیب نفر دیگر گفته میشود. دو مورد است، موردی که سخن خوب میگوییم در غیب یک نفر و بیشتر ما در غیب نفر سخن بد میگوییم، یعنی او رو بد میکنیم. و استاد من سخن سوال اولین من از همین مسئله هست که اصلا دینی مبین اسلام در همین گفتنی گوییم کلمه غیبت کردن پیش از همه چی گفته است، چی تعلیم داده است؟ من میخواستم هستیم پرسیده باشم. مرحبا. به نام الله بخشنده و مهربان، درود و رحمت الهی به حضرت محمد مصطفی علیه السلام. حقیقتا امروز این موضوع یک موضوع مهم است، چون که کجایی که می روید، حتی ما گاه داخل مسجد می شویم، در داخل مسجد این سخن غیبت همدیگر را در صحن مسجد یا در دیگر جاها می شنویم. از همین لحاظ البته عاید این مسئله باید که همگان به تفاوت نباشند. از آن جمله امروز این مسئله که انشاءالله امروز در این برنامه ما مطرح میکنیم، این هم ما از آیات‌های قرآنی و از احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم البته افتتاح میکنیم. پیش از همه یک کتابی هست با نام گناه کبیره. شاید که یک 12 سال پیش از این کتاب رو ترجمه کرده بودم من. یکی از گناهایی که در همون کتاب کبائر که از نام کتاب گناههای کبیره یا که کتاب الکبائر که یکی از علماهای مذهبی ما امام ذهبی که اینقدر اصلا از ترکمن تبارها هستند، این کتاب تالیف کردگی هستند. یکی از گناهایی که از همه بزرگ در همون کتاب حساب کرده شده از 70 تا گناه کبیره، بعد از به خداوند شرک آوردن، کشتار ناحق کردن، حقوق پدر و مادر، یعنی آزار دادن پدر و مادر، چهارمین گناه غیبت است. الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم الشان صراحتاً در سوره حجرات با طریق نهی کردن، منع کردن و این چنین زیان غیبت با یک شهوه خیلی هم وعید سخت بیان میکند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنو، پروردگار سرشوی این آیت با یک ندای مهربانانه دعوت میکند. ای مومن ها، میگوید شما به من باور کردگی باشید، کلمه شهادت گفتگی باشید و معنیش عمل میکردگی باشید، اکنون گوش کنید، من شمایان از یک چند چیز من میسازم. یا ایها الذین آمنو اجتنبوا کثیرا من الظن. یکمش در حق همدیگر از گمان بد کردن. ما میبینیم که حاضر ما در یک جا یک کسی میبینند همون کار شاید که وی کردگی نیست، لیکن در حق همون انسان چندین گمانهای بده وی میکنند. این خصلت حمیدی مسلمانان نیست. پیغمبر خدا میگن که شما مسلمان ها در حق همدیگر دائم حسن الظن، یعنی گمان نیک کنید، گمانی بد نکنید. اکنون خداوند چی میگوید؟ یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، یعنی بسیار گمان میگوید، گمانهای بد این از گناههای کلان است. ولا تجسسوا، در دوام همین آیت خداوند میگوید که شمایان جاسوسی نکنید در حق همدیگر، در حق وطن، در حق ملت، در حق دیار شما جاسوسی نکنید. بعد از این دو گناه کبیره را بیان کردن، از همه با بیان ترین گناه هست میگوید که ولا یغتب بعضکم بعضا. خداوند میگوید که شما مؤمن باشید، کلمه شهادت گفتگی باشید، من برای شما مهربان هستم که من شما را مؤمن گفته دعوت کردم. بعد از مؤمن دعوت کردن، بعد یک چند چیزها شما را من دستور میدم که از این چیزها خودداری کنید. یکمش چی بود است؟ یعنی گمانی بد کردن، دویمش جاسوسی کردن
وطن فروشی کردن، ملت فروشی کردن، دین فروشی کردن. غیر از این خداوند میگه که ولا یغتب بعضکم بعضا، شمایان هیچگاه همدیگر غیبت نکنید. اکنون غیبت از گناه اول، از گمانی بد کردنم و این چنین از جاسوسی کردنم، غیبت گناهش وزمین بوده است. چرا؟ چون که الله سبحانه و تعالی دو گناه اول عقوباتش در همین آیات ذکر نکرده، یعنی عقوبات غیبت ذکر کرد. چی گفت؟ آیات با ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا. خداوند مثال عادی، مثالی که در عقل هر یک شنونده و بیننده و خواننده که این میگنجد میگوید که شمایان دوست می‌دارید که یکی از شمایان از دنیا گذرد و گوشت هوای خوردن شما دوست می‌دارید. مثال میبره. البته در ذهن ما میافتاد که ما این کار ما نمیکنیم. این کار یگان انسانیت نمیکند که بعد از دنیا گذشتن یکی از نزدیکانش گوشت وی زنده به زنده خورد، گوشت وی خورد. وقتی که میمیرد آدم زنده گوشت مرده را خورد. خداوند خودش در دوام همین آیات اول سوال میده، با میگه فکرهتمو، این برای شما هیچگاه معقول نیست که شما آدم زنده گوشت انسانی مرده را خورید. فکرهتمو، برای شما خداوند میگوید که غیبت کردن هم ان همین طور است. شما وقتی که یک کس غیبت کردنی میشوید، شما در پیشتون یک انسان مرده را در نظر بیارید و از گوشت هوای خوردن میگوید خداوند شما تصور کنید که خوردن هوای برای شما معقول است. هرگاه معقول نیست. غیبت کردن هم این چنین گناهش همین قدر وزمین است که برای به مانند یک انسانی که شما گوشت وی میخورید. و این چنین آیات های بسیار است. ما با احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم نگاه میکنیم که درباره غیبت چی میگویند. پیغمبر خدا در یک حدیث میگن که از همه گناهایی که بزرگ هست این غیبت است. اکنون غیبت چی طوری که گفته، یک چیزی که و در غیبت میگوید، اما شما لغوی معناش گفتید. ماندامی که این کلمه عربی هست، معنای شرعی دارد، معنای اصطلاحی دارد. معنای شرعی غیبت علما ها میگویند که آن چیزی که شما خواه که ستایش باشد، خواه که بدگفتاری باشد در حق وی، همون انسانی که اگر شما در شاهدی هوای همون چیز برای وی معقول نباشد، در غیبت هوای، در نبودن هوای شما همون چیز بیان کنید، هوای غیبت حساب می شود. از همین لحاظ پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که درباره غیبت سخن میکردند، صحابگان پیغمبر رنگهاشون متغیر میشد، رنگهاشون دیگر میشد و مانند که در پیش یک آلو هست و در همون آلو میافتیدن، همین قدر در ترس میافتیدن که این غیبت اینقدر گناهی وزین بود است و در هر یک طبیعت انسان این چیز هست. ما چیکار کنیم که از این کار یعنی خودداری کنیم. حتی در حدیث بیان میکنن که نزد یکی از نبیرگان پیغمبر حضرت امام حسین رضی الله عنه می‌دارند، میگویند که شما در حق شما فلان انسان ها یک بدبینی دارند، در حق وی ها شما چی میگویید؟ وی ها میدانستند که در حق وی حضرت امام حسین شاید که همون انسان ها بدبینی داشتن، سخن ها نالایق میگفتند. این کس گفتن که اکنون اگر در حق وی ها من یک سخن گویم وی غیبت حساب می شود، بهتر همین که من فاطمه مادرم دختر پیغمبر غیبت میکنم، پدرم حضرت علی غیبت میکنم، تا که در عوض غیبت کردگیم ثوابهای عبادتم در نامه اعمال وی ها کتابت کرده شود. در شرح این حدیث میگویند که شخصی که یک انسان غیبت میکند، از نامه اعمالش ثوابهای وی گرفته در نامه اعمال شخصی که وی غیبت کرده کتابت کرده می شود. و در همین باره یک شخص دیگر نزد همین امام حسن در آمده میگوید که فلان شخص ها در عراق یا که در بغداد شما را غیبت میکنند، دشنام میدن. این کس خیلی شاد میشن، خیلی خرسند میشن. آدمی که این خبر را با وی گفت در تعجب میافتاد، میگوید که سبحان الله، این کس آیا سلامتیشان در جوش باشد؟
من به این کس خبری بدبینی دیگرها رو آوردم، سخن بدهای دیگر کس آوردم، این کس شاد شدن، خرسند شدن. از این کس پرسیدن که شما چرا اینقدر خرسند میکنید؟ اگر گفتن آیا من خرسند نکنم که از نامه اعمال من چند گناه من سبک شده است و در نامه اعمال من ثواب کتابت کرده شده است. از این معلوم میشد است که شخص غیبت کننده غیر از گناه کبیره بودنش، غیر از فرمان الله گردن تافتنش، از اطاعت پیغمبر برآمده غیبت کردنش، این چنین در نامه اعمالش شخصی که وی را غیبت میکند اون گناههای وی در نامه اعمال و این نوشته میشوند و از نامه اعمال شخص غیبت کننده ثواب ها محو کرده در نامه اعمال اون شخصی که غیبتش کرده است و مقدار غیبت کردگیش، یعنی گناه های همون آدمی که غیبتش کرد در نامه اعمال غیبت کننده کتابت کرده میشود. بله تشکر. من یک حکایتی رو میارم از ادیبان کلاسیکی تاجیک و فارس، به نظرم از گلستان سعدی اگر خطا نکنم. روزی جولینوس یک عالم یونانی رفته میسته در کوچه که یک نفر دانشمندی را میبیند که با یک نفر ابله دست به گریبان است و تفکر میکند، نگاه میکند اگر او واقعا هم دانشمند می بود کارش به این احوال نمیرسید، یعنی با ابله دست به گریبان نمیشد. یعنی بنابر همین من برای چی این مطلب این رجوع کردم با این حکایت. مثلا گاهو ما وقتی یک نفر سخنی بد میگوید یا غیبت میکند یک نفر دیگر رو، مثلا اگر گوییم که نه و آدم این خیلی نه یا این سخن بس کنید، گاهو میگوید که من شما آدمی خوب گفته شما مراجعت کردم، شما منو شنیده نتوانستید یا با امثال دیگر. و در سیمای شنونده سخنی غیبت او هم فکرش رو میکابد، چون از برنامه اول گفتیم او وحدت فکری میخواهد. کوشش میکند که گویا همون نفری شنونده رو نیز به همون اندیشه های بین خودش همراه کند، گویا ها درست است، بله ها همین خیلی. اصلا وقتی که میگوید که نه با آدم این خیلی نمیگوید ما شما آدمی درست گفتید شما من گویم خطا فهمیدید. یعنی اینقدر مثلا با یک اندیشه های گویم سخت گویم شخ شده سخت گویم پابند شدند که حتی چیزی که شما در آغاز صحبت گفتید، چون به مسجد دارن اگرچه مسجد عبادتگاه است و آنجا سخن مولا یعنی نباید گفته شود، اما میرن سخن دنیا میگویند. گاه اماما مثلا تاکید میکنن که اصلا جوی این صحبت نیست. استاد برای چی ما به چنین حالت رسیدیم؟ این از چه است؟ حاضر مثالی که آوردید حقیقتا خداوند در قرآن عظیم شان اوصاف چنین آدم ها را بیان میکند. المنافقون والمنافقات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف. خداوند شخصانی که به غیبت مشغول هستند، به نمیمه خبرکشی برای در مابین انسان ها فسق و فجور فتنه پهن میکنند، خداوند و اینها را در قرآن یعنی منافق گفته توصیف کرده است. اکنون میگوید که این منافق ها میگویند وقتی که میرد یک کس غیبت میکند، اگر سخن هوایی که تصدیق کردید هوای رو خوب گویید شما هم از گروه هوای حساب میشوید. بگذار شما سخن وی را قبول نکنید اگر نصیحت شما را قبول میکردگی نباشد و اذا مر باللغو مر کراما. خداوند در قرآن تعلیم میدهد، دستور میدهد که وقتی که شما میروید در یک جا چند نفر استاده غیبت کرده استادن همدیگرشان را، اگر دانید که سخن شما نصیحت شما از همان عمل زشت از همان گناه کبیر وی ها را نمیدارد، شما با یک خوبی از نزد وی ها گذرید، در همان جا نشینید. خب دویمش یک روز پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم یک حدیث بسیار هم مهمه گفتن که ای انسان ها دل من هم گفتن به مانند دل شما ها چنگ میگیرد. صحابگان در حیرت گفتن که خداوند پیغمبرها را از گناه معصوم کرده است، پیغمبرها گناه نمی کنند، گناه از غیر پیغمبرها که از وی صادر می شود و معصوم نیستند، این چرا پیغمبر این سخن گفتن؟ پیغمبر خدا شرح دادن، گفتن که سبب در مابین انسان ها پیدا شوی سخنهای لغو غیبت
این به مانند یک ایلکی هست. گفتن که ما از ایلک آرد میتکیم. آرد گفتن که همون چشمهای ایلک آرد به همین قدر مهینه اگر تازه کردن اسید گفتن همون چشمهای ایلک چون میکند پر میکند که از همون ایلک دیگر آرد تکه نمیگذارد. در انسان هم گفتن یک پارچه گوش هست که اگر همون پارچه گوشت تازه نکنید، وقتی که وای از غیبت و از نمیمت و از کارهای زشت که پر شد، سخن نیک در وی تأثیر نمیکنه. گفتن مثال آوردن. پس گفتن که چرا من البته گفتم پیغمبرها خداوند از گناه معصوم کرده است، از پیغمبرها گناه صادر نمیشد. ویها چرا دل من گفتن گاه چنگ میگیرد؟ من به جای گذر میکنم که بعضی سخنهای لغو، بعضی سخنهای غیبت، بعضی سخنهای ناجور میشنوم، از همین لحاظ دل منم چنگ میگیرد. لیکن من در حال گفتن پیغمبر خدا دل خود را تازه میکنم. تازه کردن دل خود گفتن که من نکمش در هر یک روز از 70 مرتبه کم استغفر الله نمیگویم، یعنی استغفر الله العظیم میگویم از همین دلم. تا مادامی که پیغمبر خدا به همین قدر بزرگی از گناه معصوم هستند، لیکن وقتی که غیبت میشنوند و دلی وی کس که چنگ میگرفته است، البته بس در مابین جامعه ما که این گناه زشت که حتی که بیان کرده در گاه در مساجد ها، گاه در عبادتگاه ها، در دیگر جاها شنیده می شود کلمه غیبت که غیبت میکنند، البته این دل انسان ها را پرده میگیرد از حق قبول کردن. غیبت کردن ممانعت قبول حق دل هر یک کس می شود. از برای خاطر همین هم البته باید که ما در یک جا اگر رویم طبق حدیث پیغمبر خدا میگن که شما بینید در یک جا یک کس چند کس ها شش غیبت کرده استادن، غیبت هوای ها به یک فتنه کلام مبدل می شود. گرچند که سخن شما را هم که قبول نکنند، شما نزد وی ها روید، بریئت و ذمه کنید، از گردن ساقط کنید که پگاه در پیشگاه پروردگار شما را خداوند میپرسد که فلان جا چند نفر استاده بودند، قصد یک کاری بد کرده، کسی غیبت کرده استاده بودند که غیبتی کردگی وی ها به فتنه دچار میشد، به یک مصیبتی بسیار هم کلان مبتلا میشد. همین را شما حس میکردید اما خود را چید گرفتید، خود را در یک کنار گرفتید. از برای خاطر همین هم در پیشگاه الله مسئولیت هست. طبق سخن شما انسان ها باید بی‌طرف باشد، چون پیغمبر خدا میگه من رأى منکم منکرا فلیغیر بیده. منکم گفته جمعی امتشان خطاب کردن که شما نگوید که هم ویا هم شهریای من نیستن ویا هم خیش تباران من نیستن. نه، شما مادامی که در همون جامعه زندگی میکنید، یک کاری بده که سببی همون کار غیبت هست و غیبت به یک فتنه بزرگ میبرد، البته پیش راه وی رو گیرید. تشکر استاد. استاد سوال نوبتی من در مورد چیزی که بهره از سوال قبلی که شما اشاره کردید، اون در برنامه که با شما داشتیم در مورد پست خاطری گذشتگان همین نکته رو اشاره کردید. ما میخواستم تأکیدی دوباره شود به خاطر اون که واقعا گاه میگویند مثلا وقتی سخنی در شخصی غایب گفته نمیشوند، حتی عادیتری مثال فرض کردیم در معرکه های عزا روزی اولی فاتحه مثلا می ایستند آدمان زیادی پیدا میشود، فرصتی میشود که نفری با نفری همصحبت میشود و گاه میشنوید که همون نفری فوتیده رو گوییم در غایبش که چون رفت به عالم دیگر و در حق او گوییم سخن میگویند و نه همیشه مثلا سخن خوب، گاه رفتارشون میگویند یا ذوق میکنند میخندند یا چیزی دیگر، به هر صورت در حق نفری رفته با تمسخر سخن میکنند و غیبت میکنند. مثلا در همون صحبت شما یک نکته بسیار عجیبی گفتید که واقعا شایسته تفکر است برای هر یک نفری هوشمند که اون نفری که مثلا ما غیبت کردیم رفته مثلا در زنده بودنش گفته عذر پرسیده میتونیم برادر عزیز بخشش که من در فلان تاریخ در فلان مکان من در حق شما بدگویی کردم، از گناه هم گذرید. اما نفری با نفری رفته ما گوییم ارتباط نداریم، من است. بسیار حقیقتا این روایت صحیح است. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم نه تنها غیبت بلکه زبانهای خود با ذکر نیک به گذشتگان خود مشغول دارد گفته در چند حدیث ذکر میکنند. اذکروا محاسن مفتاکم و کفوا عن مساویهم. جناب رسول الله میگن که شخصی ففتیده را شما میدانید شاید که کمبودی داشت، شما اگر مؤمن حقیقی می بودید
در حالت زنده بودنش رفته هوای را اصلاح میکردید. وقتی که از دنیا که گذشت ذکر خیری وی گوید، ذکر نیکش گوید، هیچگاه در حق وی سخن، نه تنها غیبت بلکه دیگر سخنهای ناشایسته هم در حق وی نکنید. و کفو عن مساویهم، جناب رسول الله کلمه مساوی یعنی کمبوده گفتند، یعنی گناه ها گفتند که یعنی جمیع گناه هایی که در حق وی که میکنید از همش گفتند زبان را خودداری کنید. چرا پیغمبر خدا این حدیث گفتند که از مردگان غیبت کردنشان زبان خود را داره؟ چون که هر یک سخنی که انسان در این دنیا میگوید برای همون مردگان، برای گذشتگان یعنی یک حجت می شود. از همین لحاظ صحابه نزد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم با همین سوال آمده مراجعت کرده، گفت که ما بعضی شخص ها را میشناسیم و ها در حالت زنده بودن نه کارهای خوب داشتن بلکه کارهای زشت داشتن. پیغمبر خدا سخنش را تمام نکرده و را گفتن که استا. خداوند ندانست که در قرآن چی میگوید، وله ما سلف و امره الی الله. وقتی که وی پروردگار وی عمر داد، در حالت عمرش وی رزق داد، امروز به سوی خود دعوت کرده است، کار گناه گذشته وی به سوی الله گذار. خداوند میگوید که وله ما سلف و امرش در نزد من است، گناه وی ها را شما تکرار نکنید. و دیگر آیت کریمه را پیغمبر خدا با همون صحابی سوال کننده گفتند که خداوند در قرآن عظیم شان میگوید یک قوم بودند در حالت زندگی خود کارهای نیک هم کردند، کارهای بدم کردند، لیکن وی ها از دنیا رفتند. وقتی که از دنیا گذشتند از چندین عقبه وزنین وی ها گذر کردند. اکنون برای وی ها فقط دعای خیر و دعای نیک و ربنا اغفر لنا و لاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ان همین دعا را کن که پروردگارا گذشتگان ما که گذشتگان با ایمان بودند وی ها را مغفرت کن، در عوضی که پس از دنیا رفتن وی از عیبهای وی تو جستجو میکنی که چطوری که بیان کردید در حالت زنده بود. از غیبت کردن زنده، غیبت کردن مرده گناهش وزن‌تر است گفتن جناب رسول الله. تشکر استاد. و سوال جنبسته من استاد در مورد اصلا غیبت این خصلت بسیار بدی انسان است، چون در تعلیمات دین اسلام شما واقعا هم بسیار ذکر کردید که یکی از گناه‌های کبیره است. گذشته از این ما در کجا غیبت کردن رو یاد میگیریم؟ پیش از ما وایله از خردی اون مکانی که مثلا والدان ما اگر غیبت کردن ما گوش ما شنید و حتما چون والدان رو دیده کلام میشویم، اگر ما همین کار رو گفتیم و آنها ما رو اصلاح نکردن ما عادت کردیم و گفتیم که ها این چیزی معمولی بوده است. پس مثلا امروز مسئولیت والدان که امروز حتی قانونگذاری هم در تربیت تعلیم و تربیت فرزند قانون تهیه کرده است در مورد اونه که مسئولیت دارد والدان. گذشته از این یکی از خصلت‌های بسیار بدی انسانی است که مثلا یک نفری دیگر رو غیبت میکند و مثلا نفری دیگر بی‌طرف می‌ایستد، نفری کلانسال، نفری تربیت کرد. حقیقتا دین مبین اسلام با کودکانی که در عائله هستند رفتار و کردار و معامله والدین در نزد فرزندها به اهتمام کلام می‌دهد. در همین باره عبدالله ابن عباس رضی الله عنه میگویند که پیغمبر خدا در راه میگذشتند، دیدن که یک مادر یک طفل خیلی یاش رو دعوت کرده، گفته ایستاده است که تو نزد من بیا، من به تو فلان چیز میتیم. پیغمبر خدا از همون مادر پرسیدن که مادر تو سخنت راست است یا دروغ است؟ طفل وقتی که 2 ساله بود پیغمبر مادر گفت که گپم راست است. اگر دروغ میگفتی اینو دعوت کرده میبردی چیزی نمیدادی، در نامه اعمال تو یکی از دروغگویان کتابت کرده میشد. گفته برای حدیث گفتن که ان الصدق یهدی الی البر فان البر یهدی الی الجنه فان الكذب یهدی الی الفجور وان الفجور یهدی الی النار. گفتن همین حدیث عبدالله ابن عباس روایت کردن که پیغمبر خدا گفتن که اگر شما راست گویید، اگر راستگویی شما رو بس کار نیکویی به جنت میبرد. و حتی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگن که همون در گهواره طفل هم باشد. ببینید که معلمی بشریت چطور تعلیمات میدن، میگن که به هر یک پدر و مادر تعلیمات میدن. میگن حتی همون کودک شما در گهواره باشد، وقتی که شما میگن همسرها
زناشویی میکنید در همون خانه بالای همون گودک بالای همون گهوار رو پوشید. حتی گودک بگذارد یاش باشد، بگذارد خواب باشد. بعضی سخنهایی که ویها را شریعت اجازت داده است اما برای زن و شوهر اجازه داده است ویها را در حق همون در نزد کودکانی که در طفلانی در گواره هستند همون سخنها را نگویید. وقتی که شما با کشف عورت در همون خانه روان هستید، در همون جا هستید، به عورت هستید، حتما کودک‌ها که خوب هم که باشند بالای همون کودک خورم پوشید. ببینید که دین مبین اسلام از همون گهواره سر کرده تعلیمات و حال آنکه در خانه که فرزندها هستند و با فرزندهای به عقل هستند و پدر و مادر نشسته هم دیگر غیبت میکنند، خیلی هم بزرگ، خیلی هم به مورد بیان کرده که غیبت از خانه سر می شود. از برای خاطر همینم اون مسئولیتی که دین مبین اسلام برای هر یک والدین، برای هر یک پدر و مادر گذاشته است که اگر همون مسئولیت هر یک والدین که یک سخنهای قوپال نگفتن، از غیبت خودداری کردن، از عملهای زشت، از دروغ گفتن، از فریب کردن، از معامله بد نسبت همدیگر پدر و مادر اگر در پیش فرزندها خودداری کنند، خصوصا از غیبت کردن دیگرها، انشاءالله اینه که از وسیله های پیشگیری فرزندان از رفتن به این راه گناه است. تشکر زیاد استاد برای شرح این موضوع. راستی دیگر چیز علاوه کردنی هم نمیماند، تنها به آنی که زمان در دانشگاه وقتی فنی روانشناسی یا پسیکولوژی میخوندیم معلممون بسیار یک نکته عجایب گفته بودند. گفتند که همه کودکان در خردی با یک فطرت پاک تولد میشوند و پدر و مادران آنها با آنها زبان میآموزند. یعنی کدام زبانی که پدر و مادر برای فرزندش آموزاند همان را یاد میگیرد. اینجا زبان سخن درباره نه تنها زبان سخن درباره تربیت نیز میرود. استاد عزیز برای اشتراکتان در برنامه شرح این موضوع سپاسگزار هستم و حتما در برنامه‌های نوبتی بازم سری این مسائل برمیگردیم. اینجا برنامه نوبتی چراغ هدایت به پایان میرسد. خیر تا برنامه نوبتی خانه‌تان آباد باشد.